وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در یک شبانه روز اخیر 87 شهروند جمهوری تاجیکستان از کرونا ویروس سرایت یافته و یک فوت به قید گرفته شده است. باید گفت که پس از پیدا شدن سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی بالاخره روز 21 ایون ستاد جمهوری عاید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیایی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری سرایت کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان از جای داشتن حالت‌های سرایت یابی شهروندان مملکت به بیماری کرونا ویروس اطلاع داد. در مجموع از 30 اپریل سال 2020 تا 25 ایولی سال 2021 در کشور 14592 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده. از این شماره تا سنه ذکر گردیده 14096 نفر شفا یافتند و بر اثر بیماری مذکور 117 نفر فوتیدند. وزارت تندرستی از ساکنان کشور دعوت به عمل می‌آورد که در جای‌های جمعیتی قاعده‌های پیشگیری کننده بیماری کرونا ویروس را قطعاً رعایت نمایند.